ایران باید به کلی حذف بشه. اول از روابط سیاسی و اقتصادی مهم دنیا و بعدش هم از روی نقشه جغرافیایی. اینو دولت اسرائیل جلوی چشم نمایندگان تمام کشورهای دنیا و در جایی به اسم سازمان ملل میگه. در جلسه مجمع سازمان ملل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طرح خاورمیانه جدید رو برای تجارت از شرق به اروپا پیشنهاد داد. طرحی که اسرائیل رو تبدیل به پل اقتصادی و امنیتی بین آسیا و اروپا میکنه. این طرح از بندر بمبئی هند به عنوان مهمترین رقیب چین شروع میشه و با عبور از امارات، عربستان، اردن و اسرائیل به اروپا میرسه. طرحی که با محوریت آمریکا و اسرائیل و با سرمایه‌گذاری 500 میلیارد دلاری آماده شده و 2 ویژگی خیلی مهم داره. اول، حذف ایران از مسیر تجارت بین المللی و دوم، نقش کلیدی اسرائیل در معادلات مهم اقتصادی جهان و خروجش